در ولایت سوخت آزمون جمهوری بهترین خدمتچی دولتی از حساب زنان برگزار و جنبست گردید. در مراسم جنبستی چهاربینی تاکید گردید که بعد به دست آوردن استقلالیت در تاجیکستان نفوذ و مقام زن در جامعه بلند گردیده. در پرتو سیاست خردمندانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان توجه به فعالیت جمعیتی و صحافی بانوان زیاد شد. قبول گردیدن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 3 دکبر سال 1999 درباره تدبیرهای بلند داشتن مقام زن در جامعه به قطار آن سنت‌های مهمترین داخل می شود که در تاریخ صاحب استقلال ما موقع مخصوص خود را دارد. برگزاری آزمون بهترین خدمتچی دولتی از حساب زنان در بین خدمتچیان دولتی برای تقویت بخشیدن به دانش و ملکه و کسبیت زنان خدمتچیان دولتی، پلان برداشتن حسی وطندوستی و افتخار ملی، تامین حقوق منفعت‌های زنان و آماده نمودن کادرهای راهبری کننده از حساب زنان و دختران بالای قد مساعدت می‌کند. در مؤسسه دولتی مجمع تاریخی فرهنگی و فروغاتی قلعه خوجند جهت اجرای برنامه دولتی تربیه، انتخاب و جابجاگذاری کادرهای راهبری کننده از حساب زنان و دختران بالای قد برای سالهای 2023 کورس‌های آموزشی زن سرور و آزمون بهترین خدمتچی دولتی از حساب زنان برگزار گردید. در کورس آموزشی زن سرور زیاد از 40 نفر اشتراک نمودند. در آزمون بهترین خدمتچی دولتی باشد زنهای خدمتچی دولتی از روی 4 نامیناسیون اشتراک کرده ایستادند. چون اطلاع داده شد طی 3 سال است برای تطبیق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره برنامه دولتی تربیه، انتخاب و جابجاگذاری کادرهای راهبری کننده از حساب زنان و دختران بالای قد برای سالهای 2023-2030 آزمون مذکور برگزار می‌گردد. در سالهای اخیر در جمهوری تاجیکستان شماره جوان دختران صاحب معلومات عالی افزایش یافته است، زیرا در جامعه امروزی جمهوری تاجیکستان زنان نه تنها مادر و تربیتگری نسل آینده میباشند، بلکه نقش مهم را در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی میبازند. دولت و حکومت برای زنان و دختران امکانیت‌های فراهم را به میان آورده است و ما را میباید جواباً به این غمخوری‌های دولت و حکومت، به این دستگیری‌های پدرانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان صادقانه و صاف دلانه بر این وطن خدمت کنیم و خدمت کوچکترین ما مادران آن است که تربیه درست فرزندان به این خلق و به این ملت میباشد و همچون زن چنانه که پیشوای معظم ملت میگن زنان و بانوان در احیای سنت‌های نیاگان و ترغیب فرهنگ ملی پیش صفند. ما باید در اساس دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت امروز فرهنگ ملی خیش را باید ترغیب نماییم، سنت‌های نیاگان خیش را احیا نموده بهر روند سازندگی اعمار دولتداری ملی تاجیکان سهمگذار باشیم. تمامی سنت‌های قبول گردیده به بهتر گردیدن وضع اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی و معنوی خانواده‌ها، بلند برداشتن مقام زن در جامعه، اشتراک فعال آنها در اداره کنی دولت، آماده نمودن کادرهای با استعداد از حساب دختران زمینه گذاشته است. این همه دستگیری‌ها خصوصا زنان و مادران را وادار می‌سازد که در مرحله کنونی دولت‌سازی و دولتداری موقع فعال و استوار شهروندی داشته، صادقانه در عملی نمودن هدف‌های سازنده حکومت جمهوری سهم خود را گذارند. در وضعیت تنتنوی به غالبان آزمون تحفه و افتخارنامه‌ها سپریده شد. مثلا محیدی لازاده بزرگمیر شاملیکوف اخبار.